حکومت عراق دخوازد طولا لسر دنگدن رفراندوم سرخبون هرم کردستان عراق داند و سوز دایه فروکخانین هرم در روی گشت آسمانی بو فروکخانه هولیر و سلیمانی دا بخد. کار به دست کا فروکخانه نفنتوی یا هولیر دبیجت اگر بریار حکومت عراق کفت کاری گشت نفنتوی و بین راگرتن لباندور لسر گشت نافخوی ناکد. If KRG did not hand over the airport to Baghdad. اگر حکومت هرم فروکخانه را دستی بغداد نکرن، همو گشت ناونتوی ده این راگرتن جبلی گشت نافخوی و گشت لشکری و خاچاسور. لدما هفته که دو پشتی رفراندوم سرخبون پارلمان عراق چندین بریار دژی هرم کردستان پسند کرن و ده سالات دا حکومت بجه بکد. من ضمنها الزام پیگیری پیکرنا حکومت هرم پرادسکرنا دروازه و فروکخانه بو حکومت فدرال دالجیر ده سالات اوی بن. بریار حکومت عراق اوکو تبایا گشتن آسمانی نفنتوی ویل ایوار ایرو اینی بین راگرتن ولگور داخواز وزارت آگهاندن عراق هلن آسمانی ولاتن هرم و ریزه لبریار عراق بگرن و اوه بو اگرا در کفتن هجمارک زورا بیانیان. از لویر دمینم چونکه کار مروانی دگم و اوه نیزیکی 3 سالایه لگل ویر رخستنه ما کو سردیری دگر روشا پنابران دکد. جبر داخستنا فروکخانه ام دی درکوی. دیوی از لحفتیا بیت شوباما لیمن گوری با افرو جبر کو همو هزر دکن گشتن آسمانی دیرا گرن از ناخازم لویر عاصبم. داخستنا فروکخانه هرم کردستانی گرجیه کو بهرک جتنگجات دناوبر هرم کردستانی و حکومت ناوندی عراق لسر رفراندوم سرخبون هرم کردستانی لی حتی داوی هاتنا مهلت حکومت عراق گشتن آسمانی با حولیر سلیمانی دوام دکن. خالد فتاح دنگ امریکا